هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا در دل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش، چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کونه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. شاید که بت در وسط ذهن من و توست، باید بت خود با نم باران خدا شست. گویا که خدا در بدن مان است، نزدیکتر از خون رگ گردن مان است.